اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیزان و کسانی که صدای من رو میشنوید. امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت باشید. ببینید، ما قصد داریم در این ویدیو در مورد قرآن با شما صحبت کنیم و اینکه توی قرآن چه چیزایی نوشته شده. ببینید، یکی از داستان‌هایی که توی قرآن اومده داستان حضرت ابراهیم است. حضرت ابراهیم زمانی که زندگی می‌کرده اطرافیانش بت پرست بودند و حضرت ابراهیم شک میکنه به این روش زندگی و به سمت خداپرستی میره و وقتی میدونه درسته مردم هم به اون سمت دعوت میکنه و بت‌های قومش رو میشکنه. وقتی قوم حضرت ابراهیم رو توی آتیش انداختند، به اذن خداوند آتیش بر حضرت ابراهیم سرد شد و این یک معجزه بود از طرف خداوند و دین بارها خودش رو ثابت کرده و آخرین کتابی که ما از دین داریم الان قرآن هست. شاید خیلی از ماها وقت نکردیم و نرفتیم دنبال این که قرآن چه چیزی برای ما از طرف خداوند آورده. توی این ویدیو قصد داریم آیه هایی از قرآن بیاریم و بخش هایی از زمان تشکیل زمان خلقت انسان، آغاز دشمنی شیطان انسان و آیه های دیگری که حالا خداوند پند میده به انسان و از این موارد. امیدوارم با من همراه باشید و شروع میکنیم این ویدیو رو در این قسمت. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند توی قرآن میگه و هنگامی که به فرشته ها خداوند میگه که میخوام یک بشری از یک نوع گل خلق کنم و وقتی که اون رو درست کردم، اون رو خلق کردم و از روح خودم در اون دمیدم، در اون بشری که میخواست خلق کنه، وقتی از روح خودم در اون بشر دمیدم، پس برای اون به سجده بیفتید. و حالا یکی از آیه هایی که در این مورد هست میگه و هنگامی که گفتیم به فرشتگان سجده کنید به آدم، پس سجده کردند به جز ابلیس، از جنها بود، پس خارج شد از دستور پروردگارش. آیا میگیرید او و فرزندان او را سرپرستانی به جای من و آنها برای شما دشمن هستند؟ جایگزین بدی است برای ستمکاران. بله، میگه ستمکاران بدل بدی رو انتخاب کردند، جایگزین بدی رو انتخاب کردند. شیطان دشمن انسانه و هنگامی که به شیطان خداوند گفت چه چیزی باعث شد که تو بر آدم سجده نکنی، چیزی که خداوند دستور داده بود، شیطان میگه که من رو از آتش خلق کردی و آدم رو از جل و به همین خاطر روی برگردوند و استکبار کرد از این که بر آدم سجده کنه و از دستور پروردگارش خارج شد و خداوند شیطان رو لعنت میکنه و میرونه و از جایگاه خودش به پایین میکشونه. خداوند به شیطان میگه خارج شو. شیطان از خداوند مهلت میخواد. خداوند به شیطان میگه که تا یک زمان معین به تو مهلت میدم. شیطان اینجا توی یکی از آیه ها میگه، شیطان گفت، این از زبان شیطان است، گفت پروردگارا به دلیل آنچه گمراه هم کردی زیبا نشان میدهم برای آنها در زمین تا همگی آنها را گمراه کنم. حالا متن کلمه‌ای که هست از تزیین میاد. ما زیبا معنیش کردیم یعنی تزیین میکنم برای آنها در زمین و اینجوری اومده گفت پروردگارا به دلیل آنچه گمراه هم کردی زیبا نشان میدهم برای آنها در زمین تا همگی آنها را گمراه کنم. و شیطان اینجا دیگه وقتی مهلت پیدا میکنه دشمنی شیطان با انسان آغاز میشه و
حالا چه کسانی رو نمیتونه یا استثناء قائل شده که گمراه بشن از بندگان خداوند؟ آنهایی که مخلص هستند، مخلصین، خالص شدگان، اینا ها هستند که توی قرآن اومده که استثناء شده از این که از گمراهی. خداوند حالا بعد از این داستان خداوند در آیه دیگه میگه که به آدم و زوجش گفتیم که در بهشت ساکن بشید و از هر چیزی که خواستید بخورید به جز یک درخت. یک درخت رو گفته که منع کرده که اگه به اون درخت نزدیک بشید از ظالم ها میشوید و منع کرده که آدم به یک درختی نزدیک بشه. و شیطان میاد و وسوسه میکنه. حالا ما شاید بارها شنیده ایم که آدم به سمت یک درختی رفت، از یک درختی خورد، ولی چیزی جالب هست در قرآن میگه شیطان وسوسه کرد آدم رو چه خداوند منعتان کرد از این درخت چه فرشته نباشید یا جاودان نباشید بشی. و با همین طمع باعث شد که انسان از بهشت از اون میوه بخوره و از بهشت خارج بشه. وقتی که انسان از اون میوه میخوره و میوهی که درختی که خداوند منعش کرده بود، حالا به سبب کلماتی که خداوند به آدم یاد داده بود طلب مغفرت میکنه، طلب آمرزش میکنه و زندگی دوباره به ما داده میشه و ما فرصت یافتیم که دوباره زندگی کنیم. ولی داستان ما و شیطان هنوز ادامه داره و در قرآن بارها در این مورد به ما هشدار داده شده. یکی از هشدارهای دیگه‌ای که برای شما میخونم این هست، از قرآن برای شما میخونم: ای فرزندان آدم، فریبتان ندهد شیطان همانطور که خارج کرد پدر و مادرتان را از بهشت، برمیکند از آنها لباسهایشان را تا نشانشان دهد شرمگاههایشان. همانا او و قبیله‌اش شما را میبینند از جایی که آنها را نمیبینید. ما قرار دادیم شیطانها را سرپرستان کسانی که ایمان نمی آورند. واقعا جالب است. آیات قرآن واقعا پر از پند و اندرز و آگاهی هستند. امیدوارم هم اول از همه خودم یاد بگیرم و دوم از همه بتونم درست به شما انتقال میدم. شیطان چی کار میکنه؟ توی قرآن اومده دستورات شیطان به انسان میگه همانا به بدی و کار زشت به شما دستور میدهد و آنچه بگویید بر خدا چیزی که نمیدانید. همانا به بدی و کار زشت به شما دستور میدهد و آنچه بگویید بر خدا چیزی که نمیدانید. در آیه دیگه خداوند مردم رو اندرز میده، پند میده و نصیحت میکنه. حالا آیه‌ای که از طرف خداوند برای ما اومده در قرآن: هان ای مردم، همانا وعده خداوند حق است، پس فریبتان ندهد زندگی دنیا و نه فریب کارانه فریب دهد شما را نسبت به خداوند و نه فریب دهد شما را نسبت به خداوند فریب کارانه. آیه جالبی هست که در آیه دیگه توضیح از زندگی برای ما اومده. حالا این زندگی مثالی زده از این زندگی و این هم آیه جالبی هست. حالا من 2 نکته رو قبل از اینکه این آیه رو بخونم، ببینید 2 کلمه رو معنی کردیم. یکی آرایش هست، از همون زینت میاد.
چه در آیه قبل هم گفتیم شیطان میگه تزیین میکنم. ما آرایش معنیش کردیم، آن چیزی که زینت هست. و یکی دیگه، وقتی یک گیاه رشد میکنه قبل از این چه به مرحله زردی برسه بالاخره یه رشد میکنه و بعدش خشک میشه و بعدش زرد میکنه. یک کلمه تو قرآن اومده از هیج، حالا از هیجان، بعضی ها گفتند خشک شدن، بعضی ها هم گفتند از هیجان و رشد کردن، چون ما خود هیجان رو آوردیم. حالا قبل این که آیه رو بخونم برای شما توضیح دادم که سردرگم نشید، امیدوارم سردرگمتون نکرده باشه. بدانید چنین است که زندگی دنیا بازی و سرگرمی و آرایش و مایه افتخاری بین خودتان است و زیاد شدن در مال و فرزندان، مثال بارانی به تعجب آورد کافران را رویدنیش، سپس به هیجان آید، پس میبینی آن را زرد شده، سپس خرد میشود. به تعجب آورد کافران را رویدنیش، سپس به هیجان آید، پس میبینی آن را زرد شده، سپس خرد میشود. و در آخرت عذابی شدید است و آمرزشی از طرف خداوند و رضایتی، و نیست زندگی دنیا جز سرمایه فریب، و نیست زندگی دنیا جز سرمایه فریب. همانا خداوند دستور می‌دهد به عدالت و خوبی و بخشیدن به نزدیکان و منع می‌کند از کار زشت و ناپسند و تجاوز و نصیحتتان می‌کند شاید یادآور شوید. در آیه دیگه حالا این پند خداوند برای ما هست. همانا خداوند دستور می‌دهد به عدالت و خوبی و بخشیدن به نزدیکان. همانا خداوند دستور می‌دهد به عدالت و خوبی و بخشیدن به نزدیکان و منع می‌کند از کار زشت و ناپسند و تجاوز و نصیحتتان می‌کند شاید یادآور شوید. در آیه دیگه میگه و وفا کنید به عهد خداوند هنگامی که عهد کردید و نشکنید سوگندهایتان را بعد از محکم کردنش، و در حالی که خداوند را بر خود سرپرست قرار داده اید. و نشکنید سوگندهایتان را بعد از محکم کردنش و در حالی که خداوند را بر خود سرپرست قرار داده اید. همانا خداوند میداند آنچه را انجام میدهید. همانا خداوند میداند آنچه را انجام میدهید. هر کسی مزه میکند مرج را، هر کسی میچشد مرج را، سپس به سوی ما برگردانده میشود. همه ما میمیریم و دوباره به سمت خدا برگردانده میشیم. حالا بعضی ها هستند که میگن آیا وقتی که ما خاک شدیم، استخوان شدیم، آیا ما دوباره زنده میشیم؟ اینو زمان قبل هم میگفتند و در قرآن اومده. میگه آیا زمانی که مردیم و شدیم خاک و استخوان، آیا ما برجشت داده میشویم؟ یا پدران گذشته ما؟ بگو بله و شما خار شدگان هستید. پس جز این نیست، آن فریاد واحدی است. پس آن زمان آنان نگاه کننده هستند. حالا در مورد آن زمان قیامت و نفخ فی الصور، دمیدن در یک شیپور، میگه پس جز این نیست، آن فریاد واحدی است. پس آن زمان آنان نگاه کنندگان هستند. یعنی اونا از گور بلند میشن و نگاه میکنند و میگویند ای وای بر ما،
این روز جزا هست، همون روزی که به ما وعده داده شده ها. این روز جدایی هست که آن را دروغ می گفتید. و این هم شرح حال جالبی بود که توی قرآن اومد در مورد اتفاقات و بلایایی که قرار اتفاق بیفته. و اگر ببینی هنگامی که متوقف شده اند بر آتش، پس گفتند ای کاش ما برگردانده شویم و دروغ نمی شماریم نشانه های پروردگارمان را و از ایمان آورده ها باشیم. زمانی که انسان میمیره و کسی که گناهکار باشه و قرار بسوزه، اونجا دیگه حسرت فایده نداره، چون به ما هشدار داده شده بود و ما گوش نکردیم. امیدوارم که همه ما برگردیم به راه درست. آیه رو دوباره میخونم. و اگر ببینی هنگامی که متوقف شده اند بر آتش، پس گفتند ای کاش ما برگردانده شویم و دروغ نمی شماریم نشانه های پروردگارمان را و از ایمان آورده ها باشیم. کسی که میره اونجا و بر آتش عرضه میشه اینا رو میگه. در آیه بعد میگه بلکه آشکار شد برای آنها آنچه پنهان میکردند از قبل. بلکه آشکار شد برای آنها آنچه پنهان میکردند از قبل. و اگر برگردانده شوند باز میگردند به آنچه منع شدند. برمیگردند به آنچه منع شدند از آن. همانا آنها دروغگویانند. بلکه آشکار شد برای آنها آنچه پنهان می‌کردند از قبل. و اگر برگردانده شوند باز می‌گردند به آنچه منع شده اند از آن. من کنم بعد می‌کنم، یه بار دیگه بخونم. و اگر برگردانده شوند باز می‌گردند به آنچه منع شده اند، به آنچه منع شدند از آن. بلکه آشکار شد برای آنها آنچه پنهان می‌کردند از قبل. و اگر برگردانده شوند باز می‌گردند به آنچه منع شدند از آن. همانا آنها دروغگویانند. میگه اون روز دیگه ما دیدیم آتش رو دیدیم و اگه باز همون شخصی که آتش رو دید دوباره برگرده، باز میگرده باز همون کاری رو انجام میده که از اون منع شده. همانا آنها دروغگویانند. بلکه آشکار شد برای آنها آنچه پنهان میکردند از قبل. و اگر برگردانده شوند باز میگردند به آنچه منع شدند از آن. همانا آنها دروغگویانند. و دیگه راه بازگشتی نیست. و به خاطر همینه که به ما هشدار داده شده و الان باید تصمیم بگیریم که چی کار کنیم. دین در طول تاریخ توسط پیامبرهای مختلفی به مردمش هشدار داده شده. به مردم هشدار داده شده، کتاب اومده، ولی مردم بعد از یه مدت باز تکذیب میکردن. همینجور باز پیامبر اومده باز تکذیب کردن تا زمانی که آخرین پیامبر حضرت محمد سلام الله علیه اومد و کتاب قرآن رو آورد. و یک آیه جالبی توی قرآن هست، میگه اونایی که قبلا حالا بهشون کتاب داده شده و حالا میگه اونایی که بهشون کتاب داده شده جدا نشدند، اختلاف نکردند، تفرقه نکردند مگه زمانی که دلایل روشنی براشون اومد. و به اونا دستور داده نشد مگه این که خداوند رو خالصانه و بدون انحراف عبادت کنند و نماز بپادارند و زکات بپردازند. و این رو هم دین پایدار معرفی میکنه، یعنی عبادت خداوند خالصانه، حق جرایانه و نماز
و زکات. و اینا شاید همون مسیری است که ما باید بریم تا گمراه نشیم و مسیر درست را انتخاب کنیم. توی زمان فرعون، وقتی که فرعون پادشاه مصر بود، هم حضرت موسی از طرف خداوند، چون فرعون به بنی اسرائیل ظلم می‌کرد، به فرعون هشدار داد که و نشونه‌هایی از طرف خداوند برای فرعون آورد، ولی فرعون قبول نکرد و خودش رو قدرت دیگری غیر از خودش رو باور نداشت. و بعد از اینکه نشانه‌های مختلفی اومد و قبول نکرد و حضرت موسی بنی اسرائیل رو حرکت داد به دستور خداوند، وقتی که به اون دریا رسیدند و به معجزه خداوند دریا شکافته شد، بنی اسرائیل از اون دریا گذشتند و فرعون غرق شد و بنی اسرائیل نجات پیدا کردند. بارها دین خودش رو ثابت کرده و حالا ماییم که باز باید فکر کنیم و عمل کنیم به امید یک زندگی خوب و به امید اینکه هممون در راه خدا باشیم و مسیر درست رو انتخاب کنیم انشاءالله.